سلام دوستان و همراهان چنل یوتیوب دکتر نگار. امیدوارم حال خودتون و خانوادتون هر جای این کره خاکی هستین خوب باشه. امروزم با یه آموزش دیگه خدمت شما هستم، پس با من همراه باشید. هیچ فرمول واحدی برای تعیین میزان آب مصرفی روزانه وجود نداره. هرچند دستورالعمل رایج نوشیدن 8 لیوان آب در روز شروع خوبی برای تأمین آب بدنه. شما باید میزان مصرف آب خود رو با توجه به شرایط محیطی، رژیم های ورزشیتون و سلامت کلی و شرایطی مانند بارداری و شیردهی در حدود این مقدار تنظیم کنید. وقتی بیش از حد آب بنوشید چه اتفاقی برای بدن میفته؟ مصرف بیش از حد آب ممکنه شما رو دچار مسمومیت یا اختلال در عملکرد مغز کنه. این اتفاق زمانی رخ میده که میزان بیش از حد آب در سلول‌ها از جمله سلول‌های مغزی وجود داشته باشه و سبب متورم شدن اونها بشه. تورم در سلول‌های مغز باعث ایجاد فشار در مغز میشه و میتونه حالاتی مانند گیجی، خواب‌آلودگی و سردرد رو ایجاد کنه. اگه این فشار افزایش پیدا کنه باعث عوارضی مانند فشار خون بالا، ضربان قلب پایین، برادیکاردی بشه. حالا که موضوع آموزش امروز رو فهمیدین و متوجه شدین در رابطه با آب که مایه حیاته، لطفاً کانال ما رو اگه سابسکرایب نداری جهت حمایت ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان و گروه های خانوادگیتون معرفی کنید. با لایک کردناتون ما رو بیشتر به دیده شدن کمک کنید و زنگوله رو هم جهت اطلاع رسانی از جدیدترین آموزش ها فعال کنید. اما مسمومیت آبی چیه؟ سدیم الکترولیتیه که به شدت تحت تاثیر هیدراتاسیون بیش از حد قرار میگیره و منجر به وضعیتی به نام هایپوناترمی میشه. میزان طبیعی سدیم خون 135 تا 145 میلی اکیوالانه که معمولا کاهش اون به زیر 136 میلی مول بر لیتر رو هایپوناترمی و علت اون دفع مقادیر زیاد یونهای سدیم بیش از دفع آب بدنه یا دفع سدیم آب از بدن همراه با جایگزین آب و بدون جایگزین کافی سدیمه که به عنوان مسمومیت آبی هم یاد میشه. سدیم یک عنصر حیاتیه که به حفظ تعادل مایعات در داخل و خارج سلول ها کمک میکنه. هنگامی که سطح اون به دلیل مقدار زیاد آب در بدن کاهش پیدا کنه مایعات وارد سلول ها میشن، اونها رو متورم میکنن و شما رو در معرض خطر تشنج، کما رفتن یا حتی مرگ قرار میدن. چگونه بفهمیم که بیش از حد آب می نوشیم؟ رنگ ادرار یکی از بهترین راه‌ها برای تعیین اینکه آیا به اندازه کافی آب می نوشید یا نه نظارت بر رنگ ادرارتونه. رنگ ادرار به دلیل ترکیب رنگدانه‌های اون در سطح آب در بدن معمولا از زرد کمرنگ تا زرد مایل به قهوه‌ای متغیره. اگه ادرار شما اغلب شفاف و کمرنگه نشون میده که در مدت کوتاهی بیش از حد آب می نوشید. دفع ادرار چی؟ دفع بسیار زیاد ادرار نشانه دیگریه که گواه بر نوشیدن بیش از حد آبه. شما به طور متوسط باید 6 تا 8 بار در روز ادرار کنید. این مقدار در افرادی که زیاد آب می نوشن یا افرادی که به طور منظم کافئین و الکل مصرف میکنن تا 10 مرتبه هم افزایش پیدا میکنه. اینه که از زمان نیاز بدن به آب آگاه باشید. بدن میتونه با بروز حس تشنگی به شما اعلام کنه که به آب نیاز داره. تشنگی واکنش بدن به کم آبیه. اگه شما حتی در زمانهایی که تشنه نیستین هم آب می نوشین باید بدونین که این میزان برای بدن اضافه است و ممکنه در صورت تداوم شما رو دچار مشکل کنه و این راه سومی بود که به شما معرفی کردم. اما حالت هوا یا استفراغ، علائم هیدراتاسیون بیش از حد میتونه شبیه علائم کم آبی بدن هم باشه. وقتی حجم زیادی آب در بدن وجود داشته باشه کلیه ها نمیتونه مایع اضافی رو خارج کنه و همین سبب تجمع مایعات در بدن و ایجاد حالت تهوع، استفراغ و اسهال میشه. اما سردردهای ضرباندار در تمام طول روز چی؟ سردرد میتونه هم نشان دهنده هیدراتاسیون بیش از حد و هم کم آبی بدن هم باشه.
آب اضافی در بدن باعث میشه که سطح نمک بدن کاهش پیدا کنه و سلول‌های متورم بشن. این تورم باعث بزرگ شدن اندازه سلول‌های مغزیتون میشه و به جمجمه فشار وارد میکنه. این فشار باعث ایجاد سردردهای ضرباندار میشه و به مرور ممکنه منجر به اختلالات مغزی و مشکلات تنفسی هم بشه. اما تغییر رنگ دستها، پاها و لبها گواه چیه؟ وقتی بدن شما بیش از حد هیدراته بشه، متوجه تورم یا تغییر رنگ پاها، دستها و لبهای خودتون میشید. هنگامی که سلول‌ها متورم میشن، پوست نیز متورم میشه. اما گزینه بعدی گرفتگی عضلات. هنگامی که سطح الکترولیت در بدن به دلیل نوشیدن آب زیاد کاهش پیدا کنه، تعادل بدن پایین میاد. سطوح پایین الکترولیت در بدن میتونه باعث اسپاسم عضلانی و گرفتگی بشه. اما خستگی، هیدراتاسیون بیش از حد باعث میشه کلیه‌ها برای دفع مقادیر زیاد آب خیلی سخت کار کنن. این عمل یک واکنش هورمونی ایجاد میکنه که باعث میشه احساس استرس و خستگی کنید. چه مقدار آب در طول روز ما بنوشیم؟ بخش عظیمی از بدن متشکل از آب و سطح عملکرد بدن و حیات سلولی هم به میزان آب موجود در بدن بستگی داره. بدن در صورتی نیاز به آب بیشتر از طریق احساس تشنگی رو به شما هشدار میده. هیچ دستورالعمل قطعی و تایید شده‌ای برای مقدار آبی که روزانه باید بنوشیم وجود نداره. میزان نیاز بدن شما به سطح فعالیت بدنی، شرایط اقلیمی، وزن بدن و سبک زندگیتون بستگی داره. زنان 19 تا 30 ساله باید روزانه 2.7 لیتر آب بنوشن. مردان هم در این بازه سنی به 3.7 لیتر آب نیاز دارن. توجه داشته باشین که نوشیدن بیش از حد آب میتونه منجر به شرایط خطرناک و کشنده بشه. محاسبه دقیق میزان آب مصرفی برایتون امکان پذیر نیست. به توصیه پزشکان 8 لیوان آب در روز کافی میتونه باشه. همونطور که آب مایع حیاته، اگه میزان استفاده از اون بالا باشه و از سیستم بدنیتون رو به هم بریزه، ممکنه بدنتون رو دچار اختلال کنه. پس در نوشیدن آب هم باید دقت و توجه داشته باشید. کانال ما یک روز در میان موضوعات آموزشی رو جمع آوری میکنه و برای شما دوستداران چنل یوتیوب دکتر نگار آموزش ها رو براتون میذاریم. خوشحال میشیم که ما رو حمایت کنید. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنونم. خدا نگهدار. بدرود.